فصل نهم، بهبود زخم درون. سفر معنوی تغییر و تحولی دائمی است. برای رشد کردن باید دست از تقلا برای یکسان ماندن برداری و بیاموزی که در هر زمان پذیرای تغییر باشی. محدوده‌ای که بیشتر از همه نیازمند تغییر است، روشی است که از طریق آن مشکلات شخصی خود را حل می‌کنیم. ما به طور معمول تلاش داریم آشفتگی‌های درون را با حمایت از خویشتن حل و فصل کنیم. تحول واقعی زمانی آغاز می شود که مشکلات خود را به عنوان عوامل رشد در آغوش گیریم. برای درک نحوه کارکرد این روند، بیا موقعیت زیر را مورد آزمون قرار دهیم. تصور کن جراحتی در بازو داری که به طور مستقیم به عصب رسیده. زمانی که زخم لمس شود بسیار دردناک است. از آنجا که درد و آزار آن بسیار شدید است، آن را مشکلی جدی تلقی می‌کنی. خوابیدن مشکل شده است، زیرا در حین خواب ممکن است بر روی آن بلغزی. نزدیک شدن به دیگران برایت دشوار شده، چون بیم آن داری که با آن برخورد کنند. این زخم زندگی روزانه تو را با مشکلات زیادی روبرو کرده. حتی برای قدم زدن مایل نیستی به جنگل بروی، چون ممکن است با شاخه ها برخورد کنی. این زخم منبعی دائمی از بیقراری تو شده و برای حل آن تنها دو راه حل داری. اولین انتخاب آن است که به وضعیت خود اینگونه توجه کنی که تصمیم بگیری تا زمانی که برخورد با آن جراحت تا بدین حد دردناک است، باید راههایی بیابی تا اطمینان پیدا کنی که هیچ چیز در تماس با آن قرار نخواهد گرفت. انتخاب دوم این است که تصمیم بگیری از آنجا که تماس با این زخم بسیار دردناک است، آن زخم را از بین ببری. باور کنی یا نکنی، اثرات ناشی از این انتخاب مسیر بقیه زندگی تو را رقم خواهد زد. این یکی از تصمیم‌های اساسی و ساختاری است که زیربنای آینده را شکل می‌دهد. بیا با انتخاب اول شروع کرده ببینیم که چگونه بر زندگی تو اثر می‌گذارد. اگر تصمیم بگیری جلوی اصابت چیزها را با زخم خود بگیری، این روش میتواند تبدیل به کاری مادام العمر شود. اگر بخواهی برای قدم زدن به جنگل بروی، باید ابتدا شاخه ها را هرس کنی تا مطمئن شوی با زخم تو برخورد نخواهند کرد. از آنجا که در خواب هم اغلب غلط میزنی، برای جلوگیری از فشار بر روی آن باید راه حلی بیاندیشی. شاید بتوانی وسیله‌ای برای حفاظت از زخم طراحی کنی. اگر واقعاً در این راه انرژی صرف کنی و به راه حل خوبی برسی، ممکن است فکر کنی که مشکل را حل کرده ای. با خودت میگویی حالا میتونم راحت بخوابم. بالاتر از اون، شاید بتونم تو برنامه تلویزیونی این وسیله رو به همه کسایی که زخمی رو بازوشون دارن معرفی کنم. حتی بابت حق تکثیر اون پول خوبی هم به جیب بزنم. پس حال برنامه ریزی کل زندگیت را بر محور این زخم انجام می دهی و از این بابت هم به خود افتخار می کنی. تو جنگل را هرس می کنی و شب هنگام نیز با دستگاه ساخت خود به تخت می روی. ولی حالا مشکل تازه‌ای داری. عاشق می شوی. این نوعی مشکل است، چرا که در وضعیت تو حتی در آغوش گرفتن یار نیز دشوار است. هیچ کس نباید به تو دست بزند، چون ممکن است به زخم برخورد کند. پس وسیله دیگر می‌سازی که اجازه نزدیکی کردن به مردم بدون لمس واقعی را بدهد. سرانجام تصمیم می‌گیری که می‌خواهی دیگر بدون نگرانی بابت زخم بتوانی تحرک کامل داشته باشی. پس وسیله‌ای تمام وقت می‌سازی که لازم نباشد شب هنگام آن را بتنگ کنی یا برای در آغوش گرفتن دیگری یا سایر فعالیت‌های روزانه آن را عوض کنی. ولی این وسیله سنگین است. پس برای آن چرخ گذاشته و کنترل هیدرولیک و سنسورهای برخورد به روی آن تعبیه می‌کنی. واقعاً وسیله چشمگیری است. معلوم است که برای رد شدن این وسیله دفاعی از درب منزل ناچار شده ای آن در را عوض کنی. ولی حداقل حال می‌توانی به زندگی خود بپردازی.
می توانی سر کار بروی، بخوابی و به مردم نزدیک شوی. پس به همگان اعلام می کنی من مشکلمو حل کردم. الان موجودی آزادم. میتونم هر جا که میخوام برم و هر کاری میخوام انجام بدم. این زخم بر زندگی من سایه افکنده بود، ولی دیگه هیچ سایه‌ای از اون نخواهد بود. ولی حقیقت این است که اینک زخم به طور کامل کل زندگی تو را هدایت می کند. تمام تصمیم‌های تو تحت تأثیر همین زخم خواهد بود، مانند اینکه کجا بروی، با چه کسی احساس راحتی بکنی و اینکه چه کسی با تو راحت باشد. این زخم مشخص می کند چه جاهایی اجازه کار کردن داری، در چه خانه‌ای می توانی سکونت داشته باشی و شب هنگام بر چه تختی می توانی بخوابی. بعد از تمام آن تلاش‌ها، این زخم تمام جنبه‌های زندگی تو را در کنترل دارد. موضوع چنین است: زندگانیت را که صرف مراقبت از خود در برابر این مشکل کرده ای، انعکاسی کامل از خود مشکل شده است. تو هیچ چیز را حل نکرده ای. اگر علت ریشه‌ای مشکل را حل نکنی و در عوض تنها تلاش کنی از خود در برابر مشکل حمایت کنی، نتیجه این می شود که مشکل به زندگی تو جهت می دهد. نتیجه این می شود که آنچنان از لحاظ روانی بر روی مشکل تمرکز کرده ای که دیگر قادر نیستی جنگل را به خاطر درختان آن ببینی. واقعا فکر می کنی چون درد را به حد اقل رسانده ای مشکل را حل کرده ای؟ ولی مشکل هنوز حل نشده. تمام آنچه انجام دادی این بوده که زندگی خود را وقف اجتناب از آن کرده ای. حال مشکل در مرکز دنیای تو قرار دارد. همه چیز توست. مثال زخم شبیه حس تنهایی و زندگی است. فکر کن از درون احساس تنهایی عمیقی داری. این احساس به قدری عمیق است که شبها برای به خواب رفتن با مشکل روبرو هستی و در طول روز باعث حساس شدن بیش از حد توست. تو دردها و تألم‌های شدیدی در قلب خود حس می‌کنی که باعث آشفتگی زیادی می‌شوند. برای تمرکز بر کار خود مشکل داری و در ارتباطات روزانه نیز راحت نیستی. علاوه بر این، زمانی که بسیار تنها هستی، نزدیک شدن به دیگران با دشواری دردناکی همراه است. می‌بینی؟ تنهایی درست مانند زخم است. باعث درد و برآشفتگی در تمامی جنبه‌های زندگی است. ولی در قلب‌های انسانی ما با بیش از یک زخم سر و کار داریم. ما حساسیت‌هایی در مورد تنهایی، ترد، ظاهر فیزیکی خود و نیز قابلیت‌های ذهنی‌مان داریم. همینطور با زخم‌های فراوان به اطراف پرسه می‌زنیم و همه چیز مستقیم به حساس‌ترین بخش‌های قلب ما برخورد می‌کند. در هر زمان چیزی می‌تواند با این زخم‌ها تماس یافته و از درون دردی شدید ایجاد کند. در مورد این زخم‌های درون نیز همان دو انتخابی را داری که در مورد زخم بازو داشتی. به یقین آشکار است که اگر آن زخم را از میان برمی داشتی وضع بسیار بهتری می یافتی. هیچ دلیلی وجود ندارد که تمام زندگی خود را صرف مراقبت از این زخم کنی که چیزی به آن برخورد نکند، در حالی که می توانی تنها آن را از بین ببری. زمانی که زخم بهبود یافت، آنگاه به طور کامل از استیلای آن رها شده ای. همین مطلب در مورد زخم‌های درون نیز صحت دارد. میتوان آنها را از میان برداشت. ولی اگر انتخاب تو این باشد که آنها را نگاه داری و نگذاری که باعث آزار تو شوند، باید زندگی خود را به شکلی درآوری که هیچ وضعیتی باعث تحریک آنها نشود. اگر تنها هستی، نباید به جاهایی بروی که زوجها میروند. اگر از طرد شدن میترسی، نباید زیاد به دیگران نزدیک شوی. این کارها مثل هرس کردن جنگل هستند. تلاش تو در جهت تعدیل زندگی خواهد بود تا زخمها را مراقبت کنی. در مثال قبل زخمها بیرون بودند، در اینجا در درون قرار دارند. زمانی که تنها هستی میبینی که داری فکر میکنی برای این تنهایی چه کنی؟ باید چه بکنی یا چه بگویی تا چون این احساس تنهایی نداشته باشی؟
توجه کن که از خودت نمیپرسی چگونه از شر این مشکل خلاص شوی، میپرسی چگونه از خودت در برابر این احساس محافظت کنی. و این کار را یا با اجتناب از برخی موقعیت‌ها انجام می‌دهی و یا با استفاده کردن از مردم، مکان‌ها یا چیزهایی که برای تو تبدیل به سپر دفاعی شده‌اند. عاقبت کار تو همانی است که فرد قبلی با زخم بازو داشت. تنهایی کل زندگی تو را هدایت خواهد کرد. با کسی ازدواج میکنی که باعث شود کمتر احساس تنهایی داشته باشی و فکر میکنی که این کار عادی و طبیعی است، ولی درست همان کاری است که فرد به جای از بین بردن زخم از آن اجتناب میکرد. تو ریشه تنهایی را از میان بر نداشته ای، تنها تلاش کرده ای که از خود در برابر این احساس محافظت کنی. اگر فردی تو را ترک کرده یا از دنیا برود، تنهایی مجدداً باعث آزار تو خواهد بود. درست لحظه‌ای که موقعیت بیرونی در حمایت از آنچه درون توست با شکست روبرو شود، مشکل باز خواهد گشت. اگر زخم را از بین نبری، در آن صورت هم مسئول زخم خواهی بود و هم تمامی چیزهایی که در تلاش برای اجتناب از آن در اطراف خود جمع کرده ای. اگر آن اندازه خوش شانس باشی که فردی را پیدا کنی که احساس تنهایی تو را کاهش دهد، آنگاه نگرانی تو بابت حفظ ارتباط با این فرد آغاز خواهد شد. تو با اجتناب از مسئله وضع را وخیم‌تر کرده ای. این درست مانند استفاده از وسیله است که برای جبران زخم ساخته بودی. باید زندگی خود را بر طبق آن تنظیم کنی. همان موقع که اجازه دادی مشکل اصلی باقی بماند، در واقع اجازه دادی که به شکل چندین مشکل گسترش یابد. هیچگاه به ذهن تو خطور نکرد که خود را از شر آن خلاص کنی. در عوض تنها راه حلی که جلوی پای خود دیدی، تلاش برای جلوگیری از احساس کردن آن بود. حال چاره‌ای نداری جز اینکه بیرون رفته و هر چیز را که باعث آزار آن است از سر راه برداری. باید بابت اینکه چگونه لباس بپوشی و چگونه حرف بزنی نگران باشی. باید نگران این باشی که دیگران در مورد تو چه فکر می کنند، زیرا این مطلب می تواند احساس تنهایی یا نیاز تو برای عشق را تحت تأثیر قرار دهد. اگر کسی جذب تو شود، این باعث بهبود حس تنهاییت می شود. آرزو می کنی ای کاش می توانستی به او بگویی نمیدونی چقدر نیاز دارم طبق خواسته های تو عمل کنم. من میتونم هر طور که تو میخوای باشم. فقط دیگه نمیخوام این دوره های تنهایی رو حس کنم. اینک رسالت سنگین نگرانی در مورد ارتباط ها بر دوش توست. این امر تجربه های اساسی از استرس و ناراحتی را ایجاد می کند که می تواند حتی خواب تو را آشفته سازد. حقیقت این است که با تمام این احوال، ناراحتی که تجربه می کنی در عمل همان احساس تنهایی نیست، بلکه افکار بی پایانی است که می گویند آیا حرف درستی زدم؟ آیا اون واقعا منو دوست داره؟ یا من فقط دارم خودم رو مسخره می کنم؟ ریشه مشکل اینک در زیر تمامی این مسائل سطحی تر که همگی برای اجتناب از همان مشکل اساسی هستند مدفون شده. موضوع بسیار پیچیده می شود. مردم از ارتباطهای خود برای مخفی کردن زخمهایشان استفاده می کنند. اگر شما برای یکدیگر ارزش و اهمیت قائل باشید، لازم است رفتار خود را به شکلی تعدیل کنید که به نقاط آسیب پذیر و نرم یکدیگر برخورد نکنید. این کاری است که مردم می کنند. آنها اجازه می دهند که ترس ناشی از زخمهای درونی رفتار آنها را تحت تأثیر قرار دهد. نهایت این است که زندگانی خود را درست مثل فردی که با زخم بیرونی زندگی می کرد محدود می سازند. دست آخر اگر چیزی در درون توست که تو را آزار می دهد، باید یک انتخاب انجام دهی. می توانی برای جبران این ناراحتی تلاش کنی که دست به هر کاری بزنی تا آن را احساس نکنی، یا اینکه به سادگی آن را از میان برداری و زندگی خود را در اطراف آن متمرکز نکنی. نسبت به توانایی خود در از میان برداشتن ریشه ناراحتی درون تردید نکن. این کار واقعا شدنی است.
تو می توانی نگاهی عمیق به درون خود افکنده به عمق وجود خود نگاه کنی و تصمیم بگیری که نمیخواهی ضعیفترین بخش وجودت سکان زندگی تو را به دست گیرد. میخواهی از این وضع خلاص شوی. میخواهی با مردم هم صحبت شوی چون به نظرت آنها جالب هستند و نه به خاطر تنهایی. میخواهی با آنها ارتباط داشته باشی چون صمیمانه آنها را دوست داری، نه به این دلیل که نیاز داری آنها تو را دوست داشته باشند. میخواهی عشق بورزی چون حقیقتاً عاشقی، نه برای اجتناب از مشکلات درونی. چگونه خود را آزاد کنی؟ با ژرف‌ترین معنا تو با یافتن خیشتن خیش رها میشوی. تو همان دردی نیستی که حس میکنی. حتی آن بخش‌هایی از وجود نیستی که گهگاه مال از استرس هستند. هیچ یک از این نابسامانی‌ها ربطی به وجود تو ندارند. تو آنی هستی که متوجه اینها می شود. از آنجا که آگاهی تو جدا از این مسائل بوده و نسبت به آنها هوشیار است، می توانی خود را آزاد کنی. برای رها کردن خود از زخم‌های درون فقط کافی است دست از بازی کردن با آنها برداری. هرچه بیشتر آنها را لمس کنی، بیشتر آنها را آزرده می کنی. از آنجا که همواره داری کاری می کنی تا از احساس کردن آنها اجتناب کنی، این فرصت به آنها داده نمی شود که به طور طبیعی خود را بهبود بخشند. اگر بخواهی می توانی به راحتی اجازه دهی که آشفتگی ها سر برآورده و تو آنها را آزاد کنی. از آنجا که زخم‌های درون تو تنها انرژی‌های مسدود شده مربوط به گذشته هستند، می توانند آزاد شوند. مشکل اینجاست که تو یکی از این دو کار را می کنی. یا به طور کامل از موقعیت‌هایی که می‌توانند آنها را آزاد کنند اجتناب می‌کنی، یا اینکه به نام حفاظت از خود آنها را دوباره با فشار به پایین باز می‌گردانی. تصور کن که در خانه نشسته و در حال تماشای تلویزیون هستی. داری از برنامه لذت می‌بری تا اینکه دو شخصیت اصلی داستان عاشق می‌شوند. به ناگهان احساس تنهایی می‌کنی، ولی هیچ کس در اطراف نیست که به تو توجه کند. جالب اینجاست که تا دقایقی پیش حال خوبی داشتی. این مثال نشان می‌دهد که زخم همیشه در قلب تو وجود دارد. موضوع فقط این نیست که تا وقتی چیزی آن را لمس نکرده فعال نیست. واکنش‌ها را بسیار سطحی و بیدلیل یا به شکل نزول یک حس در قلب خود احساس می‌کنی. این احساس بسیار آزاردهنده است. حسی از ضعف به تو دست می‌دهد و تو شروع می‌کنی به فکر کردن در مورد سایر مواقعی که تنها بوده‌ای یا اینکه دیگران تو را آزردند. انرژی که از گذشته ذخیره شده از قلب آزاد می‌شود و افکار را می‌سازد. حال به جای لذت بردن از برنامه تلویزیون در تنهایی نشسته و در امواج افکار و هیجان‌ها غرق شده‌ای. به جز خوردن چیزی یا تلفن زدن به کسی یا انجام کاری برای آرام کردن این امواج، چه کار دیگری میتوانی انجام دهی؟ آنچه میتوانی انجام دهی این است که به این هوشیاری خودت توجه کنی. میتوانی متوجه این نکته شوی که آگاهی تو متمرکز بر تماشای تلویزیون بود و اینک در حال نظاره ملودرام درونی است. آن کسی که این را میبیند تو هستی، همان فاعل. آنچه به آن مینگری همان مفعول است. احساسی از پوچی و تهی بودن مفعول است. چیزی است که تو حس می‌کنی. ولی چه کسی است که آن را احساس می‌کند؟ تنها راه رهایی تو این است که دریابی چه کسی است که متوجه تمام اینها می‌شود. واقعا به همین سادگی است. بسیار ساده تر از دستگاه حفاظتی با تمام بلبرینگ‌ها، چرخ‌ها و هیدرولیک‌ها. تمام کاری که باید بکنی توجه به این نکته است که چه کسی است که احساس تنهایی می کند. آن که متوجه می شود همینک نیز آزاده است. اگر به واقع خواهان رهایی از این انرژی ها هستی، باید به جای مخفی کردن آنها در درون خود، به آنها اجازه دهی راه خود را طی کرده و عبور کنند. از زمانی که کودکی بیش نبودی، انرژی هایی به درون تو راه می یافتند. بیدار شو و ببین که تو هنوز همانجا هستی و در آنجا فردی حساس را همواره با خود داری.
به سادگی به تماشای همان بخش حساس خود بنشین که احساس آزردگی می کند. آن را در احساس حسادت، نیاز و ترس مشاهده کن. این احساسها تنها بخشی از طبیعت موجود انسانی هستند. اگر با دقت نگاه کنی متوجه می‌شوی که آنها خودتو نیستند، بلکه تنها چیزهایی هستند که در حال احساس و تجربه کردنشان هستی. تو موجود نهان در پشت اینهایی که از آنها مطلع است. اگر محوریت خود را حفظ کنی می‌آموزی که حتی قدر تجربه‌های دشوار را دانسته و به آنها احترام بگذاری. برای مثال، برخی از بهترین اشعار و موسیقی‌ها از آن کسانی هستند که در رنج و آشوب بودند. عظمت هنر از اعماق وجود هر کس سر برمی‌آورد. تو می‌توانی این حالات انسانی را بدون گم شدن در آنها یا مقاومت در برابرشان تجربه کنی. می‌توانی متوجه شوی که تو همان توجه کننده‌ای و اثر تنهایی را بر خود مشاهده نمایی. آیا وضعیت بدنیت تغییر می کند؟ آیا تنفس تو کندتر یا تندتر می شود؟ وقتی به تنهایی مجال آن را می دهی که راه خود را در درون تو بپیماید، چه رخ می دهد؟ در نقش یک کاشف ظاهر شو، شاهد آن باش و آنگاه این احساس عبور می کند و می گذرد. اگر جذب آن نشوی، تجربه به زودی از سر خواهد گذشت و چیز دیگری بالا می آید. فقط از تمام آن لذت ببر. اگر بتوانی این کار را بکنی، آزاد خواهی شد و جهانی از انرژی ناب به روی تو گشوده می شود. هرچه بیشتر در خیشتن خیش جای بگیری، بیشتر شروع به احساس انرژی خواهی کرد که هرگز تجربه آن را نداشته ای. این انرژی بیش از آن که از روبرو بیاید، جایی که ذهن و هیجان خود را تجربه می کنی، از سمت عقب وارد می شود. زمانی که به جای جذب شدن در ملودرام خود به آسودگی در اعماق درون و در جایگاه هوشیاری قرار گیری، بالا آمدن این جریان انرژی را از اعماق درون احساس خواهی کرد. این جریان انرژی است که شاکتی نام دارد یا روح نامیده شده. این تجربه است که با توسل به خیشتن خیش به جای تکیه بر آشفتگی‌های درون در تو روییدن آغاز می کند. تو نیازی نداری که از شر تنهایی خلاص شوی. تنها ایستاده و در آن وارد می شوی. این تنها یک پدیده مانند سایر پدیده های جهان است. مانند ماشین ها، علفزار و ستاره ها. هیچ ارتباطی به تو ندارد. تنها بگذار همه چیز بگذرد. این همان چیزی است که خیشتن خیش انجام می دهد. هوشیاری به جنگ بر نمی خیزد. هوشیاری رها می کند. هوشیاری زمانی که جهان از مقابل آن رژه می رود و راهپیمایی می کند تنها هوشیار است. اگر در خیشتن خیش جای گیری، حتی زمانی که ضعفی در قلب خود حس کنی، از درون وجودت قدرت را تجربه خواهی کرد. این جوهره مسیر است. این جوهره زندگی معنوی است. هرگاه آموختی که احساس آزردگی درون هیچ اشکالی ندارد و اینکه این آزردگی ها قادر نیستند جایگاه آگاهی را از تو بربایند، آنگاه آزاد خواهی شد و از طریق انرژی درون که از عقب وارد می شود حمایت می شوی. هرگاه طعم نشأه این جریان درون را چشیدی، آنگاه می توانی به آسودگی در این جهان پرسه بزنی بدون اینکه هیچگاه این جهان تو را لمس کند. به این شکل است که تبدیل به موجودی آزاد می شوی. تو متعالی خواهی شد.